سلام و وقت بخیر خدمت همکاران و اساتید گرامی. از به حضور مبارکتون بعد از اتفاقاتی که در این کشور افتاده، یعنی 18 و 19 دی ماه، ما که کارمون در حوزه خدمات روانشناختی یا به عبارتی در حوزه سلامت روان کار میکنیم، با چالش های خیلی 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 بیشتری روبرو شدیم. فکر کنم زیر به کرمان بردنه که بخوام درباره این چالش ها صحبت کنم. بیشتر امروز هدفم چیز دیگه ایه. هدفم اینه که اگر خواستیم به افراد آسیب دیده از این اتفاقات ناگوار و تلخ و دلخراش کمک کنیم، چه کاری از دستمون برمیاد. بیشتر روی صحبت هم با این قسمت از کارمونه. خب طبیعتاً بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه که در متون روانشناسی بهش میگن خشونت سازمان یافته، چون ما دو نوع خشونت داریم. یک خشونت بدون سازمان داریم، بعد یکم خشونت سازمان یافته است. خشونت بدون سازمان مثل این میمونه که یه دعوایی توی خیابونی میشه، بعد یه نفر میزنه اون یکی رو مثلا میکشه، بعد حالا قتل غیر عمد بوده، قتل عمد بوده، یا در کتاب های سی بی تی بهش میگن مثلا نمیدونم سینگل تروما، یعنی یک ترومای تک، خب واحد، ترومای پیچیده نیست. خب یا مثل سیل، مثل زلزله، مثل از دست دادن عزیزان در یک تصادف ناگوار، مثل یک مرگ پیش بینی نشده. اما اون اتفاقات دیگه فکر نمی کنم اسمش رو بشه ترومای واحد گذاشت. اونو باید بگیم در واقع ترومای پیچیده و خشونت سازمان یافته. در متون عرض به حضور شما روانشناسی اسمش رو این میذارم. خب ما با بازماندگان خشونت سازمان یافته چیکار میتونیم بکنیم؟ قضیه مال کشور ما هم نیست. خب عرض به حضور شما در جهان هم بازماندگان خشونت سازمان یافته یکی از چالش‌های بزرگ روانشناسان و روانپزشکان بودن، چون تک تروما نیست، تروماهای متعددی که پشت سر هم واقع میشه و دلخراش هم هست. چه اتفاقی میتونه بیفته؟ چه کار میتونیم برای این افراد بکنیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم؟ ببینید، رویکردهای درمانی در این زمینه هر کدوم بنا به مفروضه هاشون، بنا به شواهد پژوهشیشون حرفهایی رو در واقع میزنن، تکنیکهایی رو میگن، ابزارها و پروتکل‌هایی رو در اختیار متخصصین حوزه سلامت روان قرار میدن. من بیشتر امروز میخوام ترکیبی بگم از به عبارتی CBT و روایت درمانی که بهش میگن مواجهه درمانی روایتی. بیشتر میخوام این روی کرده بگم. نمیدونم آیا اساتید یا همکاران دیگم از این موضوع صحبت کردن یا نه. منم کم و بیش گوش دادم، دیدم که بعضیا از رویکردهای از مدل‌های اکت استفاده کردن، بعضیا مدل‌های تنظیم هیجان رو میگن. خب همه اینا شواهد پژوهشی خیلی خوبی هم داره، میتونه به اون کمک کنه. یا تکنیک‌های مداخله در بحران رو مد نظر قرار میدن. من بیشتر مواجهه درمانی روایتی رو میخوام بگم. حالا دلیل این که ثبت کردم که بعدش این مواجهه درمانی روایتی رو بگم، چون تقریبا 40م این عزیزان و بازماندگان خشونت سازمان یافته است. یه دلیلش هم اینه که میگن مداخله زود هنگام میتونه اون فرایند طبیعی عرض به حضور شما سوگواری رو مختل کنه. البته خیلی از اوقات هم مداخله زود هنگام میتونه افراد رو در مسیر این سوگواری به یه نوعی قرار بده. در اصل به این خاطره که یه دست نگه داشتم و این رو تو این موقعیت اشاره کردم. مواجهه درمانی روایتی. اما قبل از اینکه من مواجهه درمانی روایتی رو بخوام یکم توضیح بدم و مراحلش رو توضیح بدم، احتیاطهای لازم رو خدمتتون بگم، یکی دو تا نکته دیگر هم خدمتتون بگم. خب بر اساس دیدگاه های CBT وقتی یه اتفاق وحشتناک و تروماتیک برای آدم ها رخ میده، مثل خشونت سازمان یافته، باید به 2 تا 3 تا نکته دقت کنیم که افراد قبل از این آسیب جدی چه آسیب پذیری هایی داشتن. مثال خیلی سادهش در CBT هست. فرد مستعد اختلال 2 قطبی بوده، این اتفاق اون اختلال 2 قطبی رو فعال کرده، یا نه اصلا اختلال 2 قطبی داشته
اما تحت دارو درمانی بوده، ولی این اتفاق میتونه اثرات دارو رو کم کنه و فرد دوباره در یک فاز دو قطبی، حالا چه در فاز مانیا چه در فاز افسردگی که حالا بیشتر افسردگی اینجا میشه، قرار بده. یا مستعد پنیک بوده، دچار پنیک بشه. این نکته رو باید دقت بکنیم. یعنی اگه الان پیش ما اومده یه مراجعی که بازمانده این خشونت سازمان یافته است، اون رو به یه عبارتی باید ببینیم قبل از این اتفاق آیا این آدم پاشنه آشیل یا آسیب پذیری های خاصی داشته یا نه، که طبیعتا این اتفاق الان یعنی PTSD که الان داره ممکنه سوار بشه روی اختلالات قبلی. این یه نکته ای که بهتره که تو درمان بهش حتما دقت بکنیم. نکته بعدی که وجود داره این که ما وقتی چنین آدم‌های آسیب دیده‌ای رو می‌بینیم در اتاق درمان، به قول هوروویتز باید دقت کنیم به مضامین انتقال متقابل در خودمون. هوروویتز در کتاب سندروم پاسخ به استرس یا سندروم‌های فکر کنم پاسخ به استرس، اونجا توضیح میده که وقتی شما با مراجعی روبرو میشید، با انسان دردمندی روبرو میشید که تروما رو تجربه کرده و ترومای بسیار تا بسیار دلخراشی بوده، حالا اونجا مثالایی که میزنه مثل عرض به حضور شما تجاوز جنسی، مثل سیل، مثل زلزله. خب طبیعتا در مورد خشونت‌های سازمان یافته چون شدت آسیب و ابعاد آسیب خیلی 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 فراتر از اون چیزیه که در واقع در تروماهای تک به یه نوعی باش روبرو میشیم، اول دقت کنیم به اون انتقال متقابل در خودمون. زیر به کرمون بردنه که انتقال متقابل رو تعریف کنیم، اما خیلی خیلی ساده میتونیم بگیم وقتی یه آدم آسیب دیده‌ای داره صحبت میکنه از این که جلوی چشمش چجوری آدم‌ها خب بعد عین برگ درخت روی زمین افتادن و این آدم نتونسته به هیچ کدوم از اونا کمک کنه و الان با یک احساس شرم و با یک احساس عرض به حضور شما خجالت عمیق درونی داره از این حرف میزنه، یا حتی جلوی چشم خودش آدم‌های عزیز زندگیش رو از دست داده، پرپر شدن روی زمین و اتفاقات ناگوار بعدش رو هم بهش اضافه کنیم که باید بین عرض به حضور شما اجساد میگشته تا عزیزش رو پیدا کنه. خب طبیعتاً باید ببینیم که درمانگری که خودش داره اینجور اتفاقات رو میشنوه و طبیعتاً تصور میکنه چه احساسهایی درش به وجود میاد و چه تمایلی درش به وجود میاد. میگه اگر تمایل به نجات در شما به وجود اومد، یعنی من هر جوری شده این آدم رنج کشیده آسیب دیده رو نجاتش بدم، یا به شدت عصبانی شدید و این عصبانیت و میل به نجات شما رو از مسیر درمانگریتون خارج کرد، خب کار دستتون میده. یعنی احتمالا شما با نیت خوب نمیتونید به این آدم کمک کنید، به اون آدم رنج دیده عذاب دیده نمیتونید کمک کنید. یا برعکسش برم اون ور قضیه، اون داره از یک درد جانکاه طاقت سوز طاقت فرسا صحبت میکنه، اما درمانگر اینقدر فاصله گرفته، به قول دیتچ شده از موضوع که انگار نه انگار که این آدم داره از یکی از بزرگترین فجایع زندگیش و به یکی از بزرگترین فجایع تاریخ بشری داره صحبت میکنه. خب اینجوری هم باشه احتمالا درمانگر نمیتونه بهش کمک کنه. این حد فاصل رو چجوری باید رعایت کنه؟ خواه ناخواه درگیر احساس میشه. خب بعضی از درمانگران، مخصوصا اونهایی که خب خیلی آدمای دلسوز، آدمهای ایثارگر، فداکاری هستن، بیشتر این اتفاق براشون میفته. میخوام به زبان طرحواره‌ای بگم احتمالاً درمانگرانی که بازداری هیجانی دارن هیچ گونه کانکشنی با اینجور مراجعه نمیگیرن. خب بعد و شاید هم افتخار کنه که من مثلا روزی 5 تا از این مراجعه دارم، ولی شبم سرحال و قبراق میرم خونم و چه میدونم با همسرم حرف میزنم، با بچه‌ام حرف میزنم، نمیدونم مهمونی برگزار میکنیم. او احتمالاً دیتچ شده، فکر میکنه که داره کار درمانی انجام میده. بعیده که اون کاری که انجام میده واقعا اثر درمانی داشته باشه. برعکسش هم درمانگرایی داریم اینور، خب که با دیدن و برگزاری جلسه با این مراجعان وسطای جلسه خودش نیازمند کمک میشه. خود درمانگر نیازمند کمک میشه که حال من الان از اون آدم آسیب دیده‌ای که جلوی من هست حالم بسیار تا بسیار وخیم‌تره. نکته دیگه‌ای که حواسمون باید باشه که خود ما تو بطن این قضایا بودیم.
خب بدترین این قضایا یعنی چی؟ یعنی اون شب مهمون بودیم، یه اتفاق افتاد، داشتیم می اومدیم درگیر شدیم، اصلا خودمون وسط خیابون بودیم، یه عزیزی رو از خودمون از دست دادیم. خب بعد و نکته بعدیش اینه که اون فیلم ها و عرض به حضور شما روایت هایی که میشد از قضیه بعد از اینکه به یه عبارتی حالا اینترنت برقرار شد، خود اونها تو در واقع درمانگرا رو درگیر کرد. خود ما الان توی چند وقتی که از قضیه میگذره، بعضی از همکارا خودشون نیازمند درمان شدن، چون صحنه‌هایی رو دیده که به یه عبارتی در مخیله خودش هم نمی گنجیده که چنین صحنه‌های دلخراشی رو بتونه از موبایلش به یه عبارتی ببینه. پس به این دو تا نکته میشه دقت کرد که مخصوصا اینکه ما چه احساسی پیدا میکنیم، چه حس و حالی رو تو جلسه درمان میگیریم، و حتی میشه دقت کرد به علائم جسمی بدنیمون که وقتی مراجعه داره از لحظه تحویل گرفتن جسد عزیزش صحبت میکنه، من چه علائم بدنی رو در خودم دارم تجربه میکنم. ضربان قلبم داره میره بالا، فشار خونم داره میره بالا، حالم داره بد میشه، حالت تهوع دارم پیدا میکنم، سرگیجه میگیرم. من فکر میکنم یکی از کارهایی که باید انجام بدیم بیشتر در واقع تمرکز رو بیاریم رو خودمون، نه به این عنوان که خودمون از اون آدم آسیب دیده مهمتریم، چون اگر تمرکز یه بخشیش رو خودمون نیاد، بعیده که بتونیم به اون آدم کمک کنیم. داشتیم توی چند وقت همکارایی که گفتن ما توی حین جلسه درمان با مراجعه چشممون پر اشک شده، اشک از گوشه چشممون سرازیر شده و ما نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم. آیا این یک واکنش مثلا غیر درمانی نیست؟ پاسخش اینه که باید نگاه کنیم ببینیم مراجع چه برداشتی از اون اشک ما کرده. اون اشکی که از گوشه چشم درمانگر غلطان و به سمت گونه های سرازیر شده، در مراجعه این برداشت رو ایجاد کرده که درمانگر من چه آدم ضعیفیه، ما رو باش پیش کی اومدیم 13 به در، این خودش حال روزش از ما خرابتره. یا برداشت مراجع اینه که نه، فکرم گفتم برداشت مراجع اینه که چه انسان شریف و چه انسان دلسوزیه که لازم نیست تو اینجور مواقع از من حالش بدتر بشه، ولی اون قطعه اشکی که از گوشه چشمش داره میاد پایین، به نظر میرسه که اون یک در واقع حاکی از شرافت و انسانیت این درمانگره که فارغ از این که روکردش چیه و مدرک تحصیلیش چیه، جایگاهش چیه، در واقع داره به یک نوعی اون جنبه انسانیشو بروز میده. اینا رو باید بهش دقت کنیم. پس برداشت مراجعه مهمه. من فکر میکنم تو اینجور اوضاع احوال با توجه به شکنندگی که بعضی از درمانگرها دارن، بهتره که چنین مراجعاتی رو نپذیرن، خب، و ارجاع بدن. هیچ ایرادی نداره، چون یکی از کارهایی که ما درمانگرها باید انجام بدیم بحث در واقع آسیب پذیری های خودمونه. اگر واقعا فکر میکنیم توی شرایط نمیتونیم به یه همچین آدم داغ دیده و تروما زده کمک کنیم، با کمال احترام، با کمال عرض به حضور شما محبت و حمایت کمکش میکنیم بره پیش درمانگر دیگه ای. اینجا همون چیزیه که هوروویتس میگه قهرمان بازی. خب نه، من بتونم، چون این الان پناه آورده به من، چون الان آدم آسیب دیده ایه، من باید تحت هر شرایطی بهش کمک کنم. بعد خب با اون میزان از شکنندگی و حساسیت میرم تو جلسه درمان، حالا وای به حال اینکه تئوری هم پشت کارم نباشه. این دیگه فاجعه است. این دیگه فاجعه است که من یه تئوری هم پشت ذهنم نباشه که آقا با آدم PTSD با چیکار بکنم. خب بعد مثلا چه میدونم EFT کار کنم، اک کار کنم، از روش مثلا نمیدونم عرض به حضور شما CBT کار کنم، چه روشی رو من به کار بگیرم، اگزیستانسیالیسم کار کنم، یا الان دچار پوچی و بی‌معنایی شده، بعد چه روی کردی رو باید به کار بگیرم. این دیگه فاجعه بعدیه که من بخوام این قهرمان بازیم رو بدون ابزار و سلاح درمانیم به کار بگیرم، چون بدون داشتن یک تئوری محکم توی اتاق درمان با چنین مراجعانی که در شرایط بسیار متلاطم عاطفی قرار دارن، فکر میکنم که بیشتر آسیب میزنه. شاید خودمون رو راضی کنیم، نه یه خورده با من صحبت کرد، یکم آروم شد، خوبه، آره میتونه صحبت کنه آروم بشه، اما سوال اینه که من با چه تئوری دارم کار میکنم. یه تئوری باید پشت در واقع کارهای من باشه. تازه غیر از اون که تئوری باشه، باید متوجه بشم که اصلا این تئوری آیا در این مورد کاری کرده یا نکرده.
مثال خیلی حالا ساده شما بگم، از تئوری ایکس دارم استفاده میکنم. خب شواهد پژوهشی داره یا نداره؟ یعنی باید از یک تئوری استفاده کنیم که کاملا مختص PTSD برای PTSD طراحی شده. خب و تازه من هم در اون روش یک صلاحیت نسبی دارم. هوروویتز معتقده اگر شما اون تئوری رو نداشته باشید و فقط و صرفا بر اساس انتقال متقابل ناجیگری و قهرمان بازی وارد اتاق درمان بشید، بیشتر از این که به مراجع کمک کنیم بیشتر بهش آسیب میزنیم. یعنی جلسه های درمان میشه یک سری جلسه های درمانی مبتنی بر تخلیه هیجانی بی هدف که هیچ هدفی هم نداره دیگه. میگه حالا بذار بیاد دیگه ببینیم چیکار میگه. خب با چه رویکردی داری کار میکنی؟ این دو تا نکته رو تو ذهنم اومد، چون این مدت زمان 40 روز خب بارها و بارها من هم مثل خیلی از شماها مورد سوال قرار گرفتم که آقا چیکار باید بکنیم، چه روشی رو باید به کار بگیریم، اصلا آیا تازه اصلا بلد هستم یا نیستم. قبل از اینکه من چنین مراجعانی رو ببینم آیا با PTSD کار کردم یا نکردم. مثلا این که چه میدونم 200 نفر داوطلب شدن، 50 نفر تو مرکز اومدن گفتن این کار بکنیم، خیلی خوبه. و از این 50 نفر کدومشون کار بالینی با افراد عرض به حضور شما PTSD کردن؟ مثلا فرض کنید ساده ترین سوال ساده اینه که آیا مثلا اینها تجربه کار کردن با افراد زلزله زده بم رو دارن، با افراد زلزله زده ورزقان رو دارن، یا مثلا نمیدونم با تروماهای ناشی از ابیوز جنسی کار کردن، به قول ادنافه ها با PTSD های ناشی از ریپ کار کردن. به نظر من یکم باید قضیه رو جدی‌تر بگیریم، یعنی فراتر بریم از اینکه ما انسانیم و مسئولیم و باید کمک کنیم. اینا شما قبول دارم، اینا هیچ ایرادی نداره. خب من روانشناس و انسانم، کارم اینه، یا روانپزشک فرق نمیکنه، یا مشاور هیچ فرقی نمیکنه، یا مددکار. فکر میکنم یکم باید فراتر از این قضیه رو نگاه کنیم که به یه نوعی تیغ در کف زنگی مس نذاریم، حداقل آموزش بدیم دیگه. خب آقا این روش مثلا X رو بیاید شما آموزش ببینید. تازه وقتی هم آموزش ببینیم باید ببینیم آیا آسیب پذیری های خود فرد چنین کاری انجام میده یا نه. مثال خیلی سادهش اینه که درمانگر داره به درمان PTSD مراجع میپردازه، خود درمانگر تروماهای حل نشده مثلا فرض کنه آسیب های زندانیان سیاسی سالهای 67 رو داره. عمویی، دایی، خاله‌ای، پدر بزرگی، مادر بزرگی، برادری، خواهری فرق نمیکنه. خب ظاهرا خیلی میتونه درک کنه اون آدم رو، ولی آیا فراتر از درک هم میتونه وارد بشه که بتونم بهش از لحاظ علمی کمک کنم؟ اون خیلی جنبه انسانیش هیچ ایرادی نداره. خب و چون این آدما رو خیلی بهتر بتونیم درک کنیم. برای همین خاطر میخواستم یکی از مدل های درمانی عرض به حضور شما که شواهد پژوهشی هم داره اون رو خدمت شما مراحلش رو بگم. کتابم معرفی میکنم که بیشتر به یه عبارتی راجبش بدونیم. مواجهه درمانی روایتی رو بعد شاور و فرانک نویر بنیانگذاری کردن. کتابی رو هم خانم مینا اورنگ ترجمه کرده از این گروه و در انتشارات ارجمند چاپ شده که حالا عکس کتاب‌های مربوط به PTSD رو هم خدمتتون میگم. در مورد مواجهه درمانی روایتی نکته مهمش اینه که مراجع در جلسه درمان بایستی اون اتفاق تلخ و ناگوار، خب که اتفاق نیست واقعا، خب بعد بگیم اتفاقات تلخ و ناگوار، خب بعد مو به مو، جز به جز در یک فضای امن روایت کنه. کار بسیار سختیه، هم برای مراجع آسیب دیده، هم برای درمانگری که به یه عبارتی نه تنها داره میشنوه بلکه باید حواسش باشه که کدوم قطعه این روایت جا افتاد و برش گردونه دوباره اون روایت رو به یه عبارتی بگه. اونایی که دستی بر آتش گرم CBT دارن میدونن که یکی از روش‌های مهم درمان عرض به حضور شما PTSD روش‌های مبتنی بر اکسپوژر و طبیعتاً پردازش هیجانیه. خب اینجا دیگه لازم نیست تصور کنه، خب اینجا اتفاق افتاده، داغه، فقط اتفاق رو چیکار میکنه؟ به یه عبارتی روایت میکنه. در رویای تجسمی اون اتفاق رو روایت در واقع تجسم میکرد. مثلا اتفاق
این که مورد تعرض قرار گرفته، این که یه موتور نمیدونم بهش نزدیک شده، چاقو رو گذاشته بیخ گلوش، مثلا موبایلشو، دستبندشو، اینا رو چیکار کرده، مثلا ازش گرفته رفته. اما اینجا اومدن با روایت دارن این کار میکنن. خب میگن مراجع عملا باید چیکار کنه؟ اون رو روایت کنه. شاید مواجهه دربانی روایتی مصداق بارز این شعر معروف باشه: گر به تو افتادم نظر، چهره به چهره رو به رو، شرح دهم غم خود را، نکته به نکته بگو. برای همین خاطر درمانش هم کوتاه مدته. چند تا نکته است من در واقع اونا رو خدمتتون بگم توی مواجهه درمانی روایتی. میگه زمانی که شما نتونید خب بعد اون رو روایت کنید، به احتمال زیاد این شبکه تداعی که در ذهنتون ایجاد شده، مال نظری گوردون باوره، این شبکه تداعی چون منسجم نیست، چون نود و لینک ها قطعا، نود و لینک اینا قطعا طبیعتا علائم PTSD تداوم پیدا میکنه. فلش بک ها میان، از موضوع شما پرخاشگری ها میان، یا حتی گاهی ناملس میان، همه اینا به وجود میاد. میگن بهتره که برای همین خاطر مراجع شروع کنه به چی؟ به یه عبارتی روایت کردن. من یه توضیح خدمتتون بدم درباره این که چه چیزایی رو باید روایت کنه و چجوری به یه عبارتی اونا رو باید به ما بگه. نکته اصلی که وجود داره، اینا میگن هولوش 10 جلسه درمان طول میکشه. مدت زمان جلسه 90 الی 120 دقیقه است. خب یعنی طولانیه. یعنی تقریبا میتونیم بگیم که هر جلسه ای چیزی هولوش 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول میکشه. اینایی که میگم پروتکله، همتون میدونید خب که در درمان ما باید پارچه رو به قامت مراجع بدوزیم. خب یه مراجع ممکنه 8 جلسه بشه، یه مراجع ممکنه 16 جلسه بشه، یه مراجع با توجه به همون نکته اولی که گفتم آسیب پذیری‌های قبلی هم داره ممکنه 20 جلسه بشه. ولی کل 20 جلسه رو شاید شما مواجهه درمانی روایتی کار نکنید، چیزای دیگه هم به مراجع به یه عبارتی بگید و باهاش کار کنید. نکته‌ای که این وسط وجود داره، میگه حتما منطق تکنیک رو به مراجع بگید. منطق این روش رو بگید. در دیدگاه‌های CBT منطق روش به مراجع گفته میشه. منطقش چیه؟ منطقش اینه که این اتفاقات اگر به سطح زبان و کلام نیاد و در یک محیط امن بازگو نشه و اتفاقها به همدیگه لیک نشه و این اتفاقها به تروماهای قبلی زندگیت اگر دیدی وصل نشن و اونها روایت نشن، به احتمال بسیار زیاد این تروما پردازش نشده باقی خواهد. ممکنه بگیم خب باقی بمونه چی میشه؟ باقی بمونه یه اختلال به اختلالات قبلی فرد اگر داشته اضافه میشه و هممون رو میدونیم که تروماهای پردازش نشده میتونن زندگی بعدی فرد رو نابود کنن. ساده ترین اتفاق ترومای پردازش نشده اینه که جهان از معنا، کنترل بودن، قابل کنترل بودن و پیش بینی پذیر بودن خارج میشه. یعنی جهان پوچ و بی معنا میشه برای مراجع، که قاعدتاً باید پوچ و بی معنا بشه که شده اومده پیش ما. اگر این پوچ و بی معنایی اتفاق نیفتاده بود همچین نکته رخ نمیداد. این منطق اون تکنیک یا روشه، ببخشید میگم تکنیک. نکته‌ای که وجود داره، حتما باید به مراجع بگیم که اختیار و کنترل دست من شماست. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی دارید اون حادثه رو روایت میکنید، حادثه مثلا نمیدونم 18 دی، 19، 20، 24، 25، چه میدونم روز قبلش، 2 روز بعدش، کاملا اختیار دست من شماست. یعنی هر جایی که رسیدی به یک هات اسپات، یعنی گره کور، نقطه داغ، یعنی اون قسمتی از ماجرا که بیشترین بار عاطفی رو داره، بلافاصله میتونی متوقف کنی. من خودم حواسم به شما هست، متوقفش میکنم. خب علامه بدنی رو داریم، خودت هم میتونی به من این علامت رو بدی. میگن دادن چنین اختیاری به مراجع باعث میشه که حس کنترل بودن و قابل پیش بینی بودن رو دریافت کنه، یعنی ادراک کنه، و این موضوع امنیت بیشتری رو تو جلسه درمان چیکار میکنه؟ به یه عبارتی بعد به سراغ مراجع میاره و اون حس امنیت میتونه حتی تروماهای قبلی رو هم برای ما چیکار کنه؟ به یه عبارتی بازگو کنه. حالا اینجا مثالش توضیح داده و روشاشو گفته. بعد میگه حتما قبلش چیکار کنید؟
بعد یه مصاحبه مفصل بگیرید، بلافاصله روایت درمانی، مواجهه درمانی روایتی رو انجام ندید، یه مصاحبه بگیرید و ببینید، چون بعضی از افراد مناسب این روش نیستن. مثلا کسی که عرض به حضور شما الکل زیاد مصرف میکنه، کسی که از قبل مواد مخدر مصرف میکنه، یا کسی که در حال حاضر برای پناه بردن به اون حاشیه امن از الکل یا مواد مخدر استفاده میکنه، چیزی که آرومش میکنه، یا قرص روانپزشکی رو زیاد میخوره، رفته پیش دکتر، دارو بهش داده، اون زیاد در واقع این داروها رو مصرف میکنه برای اینکه بتونه اون حجم بار عاطفی رو چیکار کنه، کم کنه. یا کسی که قبل از اینکه این اتفاق بیفته افسردگی قابل توجهی داشته. پس این دو گروه، یعنی کسانی که پناه بردن به الکل چه قبلش چه در حال حاضر، یا دارو یا مواد مخدر یا داروهای روانپزشکی، و کسانی که افسردگی قابل توجه. فکر میکنم افرادی هم که پنیک داشتن اونا هم مناسبی رویکرد نیستن. اگرچه توی کتاب مواجهه درمانی روایتی پنیک رو نگفته، ولی فکر میکنم تجربه بالینی هم چند وقت اخیرمون این رو میگه که اونایی هم که پنیک دارن بهتره که به یه عبارتی این روش براشون به کار گرفته نشه. میگن تو آموزشی که به مراجع میدید بگید که فلش بک ها، خب، و احساساتی که دارید اینا همشون نشونه اینه که یه اتفاق بزرگی افتاده، این اتفاق در واقع ذهن شما رو دچار چیه؟ چند پارگی کرده، که اصطلاح علمیش هست فراگمنتیشن، یعنی تیکه تیکه شدن. این یه ظرف چینی که بیفته، حتی این تمثیل هم میشه گفت، میگه یه ظرف چینی افتاده تیکه تیکه شده، یا یه کریستال افتاده تیکه. ما باید این تیکه ها رو جمع کنیم، خب، بعد بیاریم کنار هم، اینا رو به هم دیگه بچسبونیم. زمانی که اینا به هم دیگه چسبیده بشن، شاید این چینی و این کریستال دیگه هیچ وقت اون در واقع قبلی نشه، ولی این که شکسته و تو دست پامون ریخته، بعد اگر پامون رو بذاریم روش پامون هم آسیب میبینه، چون برنده است دیگه. که دیدی گاهی اوقات اینا رو میچسبونیم، معمولا جمع میکنیم، خب اون قطعاتی هم که دیگه ریزیناست معمولا این کارش نمیشه کرد دیگه، یا یه قطعه رو هیچ وقت نمیفهمیم رو کجا بذاریم. انگار به مراجع میشه با این توضیح کمکش کرد که چجوری اینا رو به هم وصل کنیم. حالا اون چسبی که این قطعات این خاطره وحشتناک رو به هم میچسبونه، روایت ایموشن هایی که اون لحظه تجربه میشه تو جلسه درمان، و عملیاتی که درمانگر چیه ایجاد میکنه. این سه تا باشن، آروم آروم اینا به هم دیگه وصل. این سه تا چسبی که گفتم اینها رو به هم وصل میکنه، همونایی است که درمانگر باید به عنوان ابزار درمان در اتاق درمان به کار بگیره. در ضمن ببخشید صدای من اگر یه نویزی داره به خاطر حساسیت فصلیه و دیگه یواش یواش داره سراغم بیاد. مهمون ناخونده هر سال منه دیگه، و ما معمولا بگیم قدمتون رو چشم بفرمایید، بعد فصل وسطای فصل بهار هم معمولا دیگه میره حالا تا سال بعد دوباره بیاد. این ستایی که اشاره کردم، خب، که مراجع ایموشنش رو بگه و هیجان‌ها. ببین خیلی مهمه مراجع در حین روایت کردن اون اتفاقات تلخ و ناگوار دچار هیجان‌های بسیار زیادی میشه، از خشم، شرم، ترس، اضطراب، دلهره، عرض به حضور شما ناامیدی، درماندگی، تنهایی، غم شدید، همه اینها میتونن سراغ مراجع بیان. درمانگر اگر متوجه نباشه که مراجع چه احساساتی رو داره تجربه میکنه و این احساسات آیا براش قابل تحمل هستن یا نیستن، میتونه یک خطای درمانی یا خطای بالینی ازش سر بزنه. دوستانی که با اصطلاح پنجره تحمل هیجانی در طرحواره درمانی آشنا هستن احتمالاً اینو میدونن، ولی من توضیح بدم. ببینید وقتی مراجع داره به اون قسمت‌های داغ اون حادثه میرسه، اگر علائم جسمی داشته باشه و علائم بدنیش مثل تپش قلب، ضربان قلب، بغض، داغ شدن، گر گرفتن باشه، پس ظرفیت روایت قسمت بعدی رو هم داره. قسمت بعدی چی بوده؟ قسمت بعدی بوده که اون عزیز از دست رفتش رو باید بین اجساد پیدا میکرد. اگر یه زمانی برتولد برشت نمایشنامه‌ای نوشت به نام ننه دلاور و فرزندان او، اگر برتولد برشت در زمان حاضر زنده بود نمایشنامه‌های دیگه‌ای می‌نوشت.
که چجوری افراد باید خب پیکر عزیزشون رو تحویل میگرفتن و تازه چجوری تحویل دادن، فقط قرار نبوده پیداش کنن، و چجوری به خاک سپردن. به قول استاد نازنین شفیعی کدکنی میگه در سوگته درخت تناور ما را حتی امان گریه ندادن. پس اگر احساساتی مثل گر گرفتن، یعنی علائم بدنی، داغ شدن، بیقراری، گریه کردن، بغض، اینا باشه اشکال نداره. اما اگر علائمی دیدید مثل یخ کردن بدن، مثل حالت تهوع، استفراغ، عرض به حضور شما یخ کردن بدن به صورت منظورم لرزش، از دست دادن تنود عضلانی، یعنی انگار بدن داره اون قوامش رو از دست میده، یا علائم شناختی و ادراکی مثل حواس پرتی، مثل هجوم و چندین خاطره دیگه عین رعد و برق تو ذهن میاد، اون در واقع نشون میده که از پنجره تحمل هیجانی داره خارج میشه و داره میره به سمت مهارگسیختگی هیجانی. چه کار باید انجام بدید؟ روایت رو متوقف میکنید و با تکنیک های گراوندینگ، اکت، مایندفولنس مراجعه رو میارید تو زمان حال. خب ساده ترینش درگیر کردن حواس پنجگانه است. خب همینجوری که نشسته تمرکزش بیاره روی در واقع کف دستش که گذاشته روی دسته عرض به حضور شما مبل، یا دستشو بذاره چیه روی صورتش، خب دستشو بذاره روی چی پیشونیش، چون حس لامسه خیلی زود درگیر میکنه آدم‌ها رو. یا شروع کنه در واقع محیط رو توصیف کردن، چون اگر به این علائم دقت نکنیم انگار ظرفیت مراجعه رو در نظر نگرفتیم و تازه فکر میکنم و همه اینا رو باید برای خودمون به کار بگیریم، چون وقتی اون داره تعریف میکنه که مثلا پیکر عزیزش رو جور خاصی تحویلش دادن، بعد مقدار پول خاصی ازش گرفتن و اون پول رو نداشته و رفته پول رو تهیه کرده، یا عرض به حضور شما به این اون رو زده که پول رو بدن، یا حتی پول رو داشته. بعد اینا درد کمی نیست ها. اینا همون خشونت سازمان یافته است. تفاوت دارن، خیلی فرق میکنن. زلزله بم خشونت سازمان یافته نبود، از تمام اطراف و اکناف دنیا اومدن کمک. به نظرم این تفاوت رو باید مد نظر قرار بدیم. حداقل در کتابی که من دارم خدمتتون معرفی میکنم اون رو باید مد نظر قرار بدیم. این کاریه که خب هر جلسه انجام میدید. حالا برای اینجا گفته 10 جلسه، ممکن برای این مراجعه 7 جلسه بشه، برای این مراجعه 15 جلسه بشه. چیزی نباید از قلم بیفته در روایت. کوچکترین حادثه ها باید چی بشن؟ روایت بشن. چجوری خبر شده؟ کی بهش گفته؟ اون لحظه کجا بوده؟ چه حسی رو تجربه میکرده؟ حواس بیناییش، حواس چشایی، حواس لامسه، همه اینا باید درگیر بشن تا بتونه فرد التیام پیدا کنه. این زخم ها درمان نمیشن. زخم خشونت سازمان یافته به نظرم درمان نمیشه. زخم خشونت سازمان یافته نهایتاً میتونه التیام پیدا کنه و جهت پیدا کنه. عرض به حضور مبارکتون اینا دارم میگه، الان فکر کنم اون تکنیک ها رو باید برای خودم استفاده کنم دیگه. خب و تکنیک های گراوندینگ اینا رو باید برای خودم استفاده کنم الان، چون اگر استفاده نکنم احتمالاً بقیه مطالب رو نخواهم گفت یا نمیتونم بگم. میگن وقتی که میخوای از مواجهه درمانی روایتی استفاده کنید اون حادثه رو یا اتفاق رو تقطیع کنید. تقطیع یعنی چی؟ تقطیع مثلا میتونید ساعتی انجام بدید. خب اینی که گفتی تا حوالی ساعت مثلا 1 بود، بعد یه مرتبه پریدی رفتی مثلا ساعت 6، 1 تا 6 چه اتفاقی افتاد؟ برش گردونید، چون این همون قسمتیه که بار عاطفی داره و احتمالاً یادش نیست.
یا همون قطعه از این کریستالی که شکسته رفته اون زیر اون صندلی آخریه. دیدی یه وقتایی تو خونه بود چه میدونم لیوانی چیزی ویشکنه، با اینکه کلی جمع و جور میکنیم مبلا رو میزنیم این ور اونورتر، بعد از مثلا چند وقت یه تیکه میبینیم یه جایی اصلا باور اون نمیشده که مثلا اگر لیوان اینجا خورده اون تیکه شکسته لیوان مثلا بره زیر یه مبل اونور. مثلا این وسط کلی فرش بوده، کلی مثلا فرض کنید از به حضور شما وسیله بوده ولی این رفته بود. برای همین خاطر اون جای خالی رو باید پر کنیم. فشارم نیاریم به مراجعه که حتما همونه به ما بگه. میگه واقعا یادم نیست. ساعت 1 که پسر خالم مثلا به من اینو گفت، من فقط یادم ساعت 6 من مثلا کهریزک بودم یا مثلا چه میدونم فلان جا بودم. یادم نمیاد. میگم آره یادت نمیاد، احتمالاً اتفاقاتی افتاده یادت نمیاد، ولی بذار یک کم بیشتر کار کنیم. برگرد عقب‌تر. این یه فیلم ها چجوری تدویر میکنید؟ خب برگردیم قبل از 1. خب 12 تا 1 چه اتفاقی افتاد؟ چجوری بود؟ کجا بودی؟ تو خونه نشسته بودی؟ داشتی مثلا تلویزیون تماشا میکردی؟ توی گوشیت بودی؟ نمیدونم پشت میزت بودی؟ داشتی نهار میخوردی؟ چه کار داشتی میکردی؟ یکم که برش بگردونی عقب، چون ملات عاطفی پیدا میکنه احتمالاً شاید بتونه یه تیکایی از 1 تا 6 رو هم بگه. حالا اون تیکه 1 تا 6 چی بوده؟ تیکه 1 تا 6 بوده که رفتن یه بیمارستان، چون یه نفر گفته که باید بری فلان جا. خب بعد رفتن اونجا، بعد اونجا نبوده، گفتن همچین کسی اونجا نیست. یا اونجا مثلا چه میدونم یک برخورد بسیار غیر انسانی رو از یک فردی دیده یا یه حرفی رو شنیده. اینا مهمه که در همون بیمارستان، چون اینا که میگم مراجعه بودن توی 1 ماه، توی 40 روز مراجعه همکاران بودن که تو 1 ماه مثلا تو 1 ساعت از در بیمارستان که رد میشده یه نفر گفته که همینا بودن کشور رو خراب کردن. حالا داشته رد میشده، به چه منظوری گفته، با چه هدفی گفته اینا. خب اون لحظه یادش اومده که آها اون لحظه چرا خشمی در دستش احساس میکرده که اگر دستش رو رها میکرده احتمالا خود اون کسی که این حرف رو زده بودم احتمالا به جای خاصی در واقع هدایت میشده، میبرده بکنی. میگه هیچی نگفتم، نشستم تو ماشین که در واقع چون من کار دیگه ای داشتم. اون رو در واقع چیکار میکنه؟ بگه عبارتی مدام باید این سوال بپرسید. خب من اینجاشو متوجه نشدم، گفتی 3 نفر بودید رفتید توی مثلا نمیدونم سردخونه، چند نفر بودید؟ یه لحظه برگرد. خب بیر میگم عرض به حضور شما مواجهه درمانی روایتی. تازه قبل از این که یعنی همزمان که داریم این کار میکنیم یه اتفاقات دیگه هم میفته و اونم اینه که ما بایستی تروماهای قبلی مراجعه هم وارد ماجرا کنیم. چون گاهی اوقات میگن مثلا چه میدونم ترومایی که پدرش الکلیک بوده و مادر رو میزنه و الان به شدت احساس گناه میکنه که چرا اون موقع مثلا مادرش رو نجات نداده، پس اون رو هم میتونه وارد ماجرا کنه. اصلا توی این تکنیک از به حضور شما مواجهه درمانی روایتی یا رویکرد مواجهه درمانی روایتی، چیزی که وجود داره میگن شما از ریسمان زندگی مراجع استفاده کنید. یعنی فقط این تروما رو کار نکنید، عملا در واقع چیکار کنید؟ یه دونه ریسمان درست کنید. حتی میگه اگر شده به صورت نمادین اون ریسمان رو تو اتاق درمان بیارید که بگید خیلی خب اینا رو بیا با هم دیگه چیکار کنیم؟ وصل کنیم. چون اگر اینا با هم دیگه وصل نشن، این مخصوصا برای کسانی که قبلا هم تروما داشتن. حالا یکی کسی قبلا میگه من تروما نداشتم، اون اشکال نداره، ولی اونایی که داشتن اینا باید با هم دیگه وصل بشن. وقتی وصل میشن بهتر میتونه به قول خودش جهان رو معنادار کنه و از این زخم عمیق بتونه چیکار کنه؟ به یه نوعی التیام پیدا کنه. و چند تا چالش رو هم بگم. یکیش اینه که علیرغم توضیحی که دادیم، علیرغم منطقی که گفتیم، مراجع حاضر نیست این رویکرد رو بپذیره، این روش رو بپذیره. هیچ ایرادی نداره. اگر روش دیگه ای بلدیم خب فبه المراد، بلد نیست ارجاع بدیم. یعنی به مراجع این روش رو تحمیل نکنید. اینی که گفتم خوبه، یه اشکالی هم داره. خب شما تصور کنید مراجع قبلی تو بوده.
مثلا برای مراجعه جلسه اول میتونیم این کار بکنیم، منطقه توضیح میدیم اینا نمیپذیره، خب من کمکش میکنم برای پیش همکار دیگه، ولی خب مراجعه قبلیمون بوده و این راحتی نمیتونیم این کار بکنیم. پس بهتره که در واقع مواجهه درمانی روایتی کار نکنیم. از روش‌های دیگه مثل اکت، مثل مایندفولنس، مثل چه میدونم روش‌های CBT دیگه مثلا عرض به حضور شما برای PTSD استفاده کنیم. پس این که مراجع منطق رو نمیپذیره و سریع بگم برو پیش کس دیگه، اون فقط برای مراجعاتی که جلسه ها در واقع اولی جلسه شون پیش ما اومدن. اتفاق دومی که میفته، مراجع در حین روایت کردن دچار تجزیه میشه، دیسوسییشن، گسست، کلا ارتباطشو خب بعد از دست میده، دچار دریالیزیشن، دپرسونالیزیشن میشه. خب و این همون چیزی که گفتم از انگار از پنجره تحول هیجانی چیه خارج شده. میتونید در واقع همون لحظه قطع کنید و مراجعه رو برگردونید به زمان چیه، به یه عبارتی حال، چون اگر مراجعه رو در اون حالت نگه دارید بیشتر آسیب میبینه تا اینکه بهش کمک بشه. نکته بعدی اینه که در انتهای جلسه درمان شما میبینید که مراجع خب بعد به یه عبارتی لندینگ نکرده، چون مراجع رو نباید بدون اون لندینگ یعنی کاهش هیجان ها از جلسه بفرستی بیرون. برای همین خاطر میگه 90 دقیقه 120 دقیقه وقت بذارید که این فرصت رو داشته باشید که این کار رو انجام بدید. اگر دیدید که مراجع در انتهای جلسه درمان به یه نوعی خوگیری نکرده، یعنی تا یه جای پایین نیامده، احتمالاً میگن یه چیزی رو جا انداخته، یه چیزی مهمی رو نگفته. خب که اون لحظه دیگه پایان جلسه من نمیتونم برگردم بگم خب یه 2 ساعت اومدی یه 2 ساعت دیگه هم ادامه بده، نه، اون جلسه رو میتونید با تکنیک‌های مایندفولنس و تمرکز روی بدن ببندید، ولی هفته بعد رو از اینجا شروع کنیم که چی تو هفته قبل یا روایت هفته قبلتون ناگفته بود که این اتفاق افتاد، که بعضی اوقات شرم فراره، نتونست به یه نفر کمک کنه و الان تو اتاق درمان داره زار گریه میکنه که چرا من اون آدمی که جلوی من افتاد زمین تیر خورد وای نستادم کمکش کنم. پس من چقدر آدم ترسو عرض به حضور شما مثلا بزدلی هستم که مثل بقیه این کارو نکردم. احتمالا اون قسمت جا افتاده. حالا کاری که انجام میدیم همون قسمت رو بگیم. کجا بودید؟ کدوم کوچه بود؟ بعد چه ساعتی از مثلا شب بود؟ نور مثلا خیابونات چجوری بود؟ تاریک بود؟ از موضوعشون نزدیک تو مثلا پمپ بنزین بود، پمپ بنزین خلوت بود، شلوغ بود. آره اینجوری باید بگید تا اون لحظه هایی که شرم‌آور بوده اونها رو هم بگید. خیلی ازتون ممنونم که وقت گذاشتید، وقت ارزشمندتون صرف کردید و به صحبت‌های من درباره مواجهه درمانی روایتی به عنوان یکی از مدل‌های درمانی CBT برای PTSD و مخصوصا PTSD های ناشی از خشونت سازمان یافته گوش دادید و امیدوارم که بتونیم اول به خودمون کمک کنیم، چون خود ما دچار این خشونت سازمان یافته شدیم. دوم، اگر تونستیم به این آسیب دیدگان و بازماندگان خشونت سازمان یافته کمک کنیم تا بلکه این زخم‌ها اندکی التیام پیدا کنند، با امید این که روزهای بهتری نصیب مردمان این سرزمین بشه. خیلی ازتون ممنونم که وقت گذاشتید.